سلام بچه‌ها، خوش اومدید به کلبه ترسناک ما. نورا رو قرمز کردم وای ترسناک. آقا من همین الان یه چیزی فهمیدم. چی؟ لباسم اینجاش یه حالت بنفش‌طوره با پشتم اینور بنفش‌طوره ست شده. ببینید ما با این به ور ست شده. کجاها فکر میکنیم. بعد شما این زنگول حداقل نمیذاری یه جرینگ صدا بده. یه دیرینگ. اصلا میدونستی این زنگول رو بزن یه سری اتفاق میفته به غیر از اینکه میگه که ما ویدیو گذاشتیم. الان تست کن. میدونستی؟ خودم تازه فهمیدم بعد 3-4 سال. بچه‌ها اول از همه که به قول سینا زنگوله رو بزنید. بعد بگید مثلا داستان مثلا فقط زنگول رو بزنید. من تو اینستاگرام استوری گذاشته بودم گفته بودم که خاطرات ترسناک رو من تعریف بکنید، کلی بهم وایس و مسیج دادین، امیدوارم که برسیم که بیشتریاشو با هم دیگه اینجا گوش بدیم. از همین الان ببخشید که نمیشه همه رو گوش داد چون تایم ویدیو واقعا کفاف نمیده، نمیشه فیلم سینمایش کنیم. ولی بازم ببخشید دیگه چالشا براتون میذارم، برید اینستاگرام فالو کنید و اونجا بهتون میگم دیگه. کامنت های خاطره ترسناک کوتاهی دارید که میشه خون، بنویسید بیشترین لایک میشه اون کامنت ترسناک سال. بله سال. بریم حالا وایساتون رو گوش کنیم. اولین وایس ببینیم که چه اتفاقات ترسناکی افتاده. عزیزم امیدوارم حالت خوب باشه. من یه خاطره‌ای دارم از 4 سال پیش حدوداً که اون موقع 17 سالم اینا بود. ما خونمون ویلاییه، داخل حیاط پر از درختای میوه و ایناست. یه روز رفته بودم برای خودم بچرخم و اینا، سنگینی دست یه نفر رو روشونه چپم حس کردم قشنگ. وقتی که برگشتم به پشت سرم نگاه کنم ببینم چی بوده یا کی بود، دیدم هیچی نیست. انقدر اون لحظه ترسیدم و تپش قلب گرفتم، فقط میدویدم سمت خونه. بعد پشت سرم رو نگاه میکردم، حس میکردم که انگار یکی دنبالم. ببین سنگینیشو حس میکرده، این واقعیه. ببین سنگینی میشه حس کرد اگه ببینید. اینی که حس کرده یه سنگینی مثلا یا دستشو گذاشته انگار یا مثلا یه چیزی انگار داره دنبالش میاد، اینا واقعیه. مثلا یکی دیدم سم داره اینا. آره اینا قدیم قاب و گوسفنداشون ایسکاشون رو میگرفتن و میگفتن که نه سم داره اصلا جنی. نه عزیز من، قاب و گوسفند بزاتون ایسکاتون رو گرفته. پدر من بزرگتر من این چیزا رو تعریف می‌کردید برای ما. پرامو میریخت. من تصور میکردم، من کلا یه عادتی دارم همه چی رو تصور میکنم و قشنگ تصویر سازی میکنم HD و قشنگ من نمیدونم چی تعریف کردین و مادر بزرگمون نمیدونم، یادم خیلی بچه بودم. چی شد؟ من میگم مثلا جن فلان اینا بوزه مثلا جنی بود اینا و حرف میزد جنه مثلا چی بوزه. آره مثلا یو چیکارم داری و فرار کرده رفته. من نمیدونم چرا این چیزا رو برام تعریف می‌کنی. شاید حرف زدن یاد گرفته بوده. بوز حرف زدن یاد میگیره. الان نمیدونم چی بود ولی حیوانی بود. حالا به هر حال دیگه به هر حال بچه‌ها مواظب سنگینی دستا روی شونه‌هاتون باشید. دست راست سم دوزه. این نکته رو داشته باشه تا بعد. اول از همه میخوام یه چیزی بگم. دوم از همه است. ایشون یه گربه داره اسمشو گذاشته مایکی. شاید این کوکوه ماه. آره شاید کوکوه چه هم ناز دست توفل شده. نگاه آقا ما اومدیم عکسش هم قبلا فرستاده به چرون. حالا ببینیم که داستانش چیه که مربوط به گربهشه. مربوط به مایکی اونه. آره. نه مایکی ما، اون مایکی. خاطره که چی؟ فقط بگم مثلا من چه موقع بود خیلی فیلم ترسناک دیدم. راجع به جن و اینجور چیزا. بعد یه شب که خواستم بخوابم ساعت هلوش 3 بود. دیدم گربه یهو داره میپره هوا و گفتم حتما مثلا پشه چیه، واقعا خاموش بود هیچی نمیدیدم. خب 1 ساعت گذشت دیدم همونجوری میپره. مثلا میرفتم یه جا دیگه، بعد گربه میومد همونجا. گربه همش میرفت این ور اونور خونه دنبال مثلا اون چیزی که من فکر میکردم مثلا یه جنی چیزیه. خب 2 ساعت داشت همونجوری میپرید دنبالش کل خونه رو گشت. اینجوری نبود که بعد مثلا میرفت یه جا کمین میکرد یه دفعه میپرید کنگ مینداخت به هوا. بعد 1-2 ساعت پا شدم برقا روشن کردم دیدم افتاده دنبال یه پشه. ای بابا برو بابا خب زودتر ولی خوشحال شدم. این چرا؟ چه اتفاق برای ما افتاده. ببین خونه قبلیمون بود خیلی بزرگ بود، بعد یهو مایکی قفلی میزد روی نقطه. آره اینجوری نگاه می‌کرد.
بعد من نگاه ما می‌کردم اصلا چیزی نیست. پشمامون میریخت. آخه الان ولی- مشکلی که 2 تا بچه داریم. آره ولی الان دو اینجا فرزند. کلا حشره کمتر میاد چون طبقه بالاتر آره یارو ما میاد طبقه بالا 4 و 5 یه مرده دیگه. آره خسته تو است. طبقه اینجا بخواد بیاد بالا حاجی خیلی ولی راحته. به خدا واقعا خستن و من زیاد دیدم مثلا در بالکن رو باز می‌کنی باد میاد یه زوت یه دونه مگس میفته تو خونه. خسته. من اینجوریه. لش بابا مگس 400 طبقه اومده بالا. سطح زمین تند و تیزه بنده خدا باد آوردتش بالا. آره ولی خلاصه اگه گربه داری گربه ها همه حشرات رو میبینن. ولی چیزی بگم اگه خونه تو قدیمیه و گربه داری اگه تو دیوار مثلا یه آره، موریانی صدا میشه. چیزی باشه گربه ها میشنون. بعد اون مگس خسته بود مایکی میگیرتش خوشحال من چقدر تند و تیزم مایکی نه ما کی مگسای فرش هم میگرفت تو برو خونه سطح قبلی. زمین ببین خونه قبلی اونم بالا میگرفت. بود تا پنجم نه بوده خب دیگه اون موقع بره خسته نیستن. کف خیابون فرشن راست میگه اون موقع فرش بوده نه خیره به هر حال. سلام خودن، سلام سینا. سلام. چطوره؟ یکی خاطره بزن. ترسناک من اینه که با جمعیت فامیلمون که کوچیک بودیم جمعیت توی یک همون. خونه تنها نشسته بودیم، خاطرات جن تعریف میکردن یهو و بعد از اینکه خاطرات تموم شد ما نشسته بودیم و بازی میکردیم. جن طی اومد این بازی مدت کرد. دیدیم که محکم به در میکوبن، نمیدونستیم چیه ولی از پنجره که نگاه کردیم یه حاله دیدیم از یه جوری بود که هم اسب بود هم گاو بود، یه چیزی اینطورا بود، خیلی ترسناک بود و ما هی بلند جیغ میکشیدیم و اون محکم به در میکوبید و انقدر که ما جیغ کشیدیم تمام اقوام اومدن ولی چون اولش یه نفر اومده بود نمیتونست در بزنه، هر کاری میکرد نمیتونست ما رو نجات بده. جمعیت زیاد شد، آتیش روشن کردن و خدا رو شکر به خیر گذشت ولی آتیش روشن نفهمیدیم اون کردن؟ موجود چی بود. چرا آتیش روشن؟ شتر گاو پلنگ بوده چی بوده نمیدونم ولی من چیز سوموموم اینا زیاد سوموموچ زیاد اعتقاد ندارم اعتقاد نداره. آره ولی مثلا گس اینا سر ببین آره من یا مثلا نگاه میکنی اون لیوان زا میخوره خیلی لیوان ترسناکه. میترکه اون خیلی ترسناکه واقعا. واقعیه 100% که اصلا من حاضرم لیوانه تکون نخوره نره تو دیوار من جن ببینم ببین سمش اینجوری به اینجوری تکون بده تلیک 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 را از بره اون سم نمیترسم ولی لیوان دیوار میافته اصلا نه تمومه. بره تو دیوار آره. زارپ اون نه اینکه مثلا آروم میفته زارپ این بیفته، زارپ بشکنه. از زارپ میترسم ولی از جلینگ سم مثلا جن و پری نمیترسی. سلام خودتون خوبی؟ سلام. ما یه بار رفته بودیم خارج از شهر تو ویلا نشسته بودیم، بعد من طبقه بالا بودم بقیه تو حیاط بودن. رفتم پایین تو راه پله که بودم یهو دیدم 3-4 تا صدا اومدش که من چای میریزی بیاری. میگه که صدا شنیدم که میگه واسه من چای میریزی بیاری. چای بردم پایین بعد یهو دیدم چای همه میگن که ما که چایی نخواستیم یه همچین چیزی و اینا. قشنگ بعد از اون موقع همون جاهل میشم همش صداهایی میشنوم مثلا یه وقتی میگه که یه فلان چی بر نمیاره اصلا نمیدونم چی بعد اونجا کسی دیگه اسکاتو نیستش میگیرن. جز ما. حالت ساعت 2-3 شب اونجا جوی آلت مسکونیه کسی نیستش و اینکه رودخونه داره کوه داره دیگه یا خیلی ترسیده بودم اون موقع. یا ایسکاتو گرفتن. یا آره ولی خیلی با خانواده ایسکا نمیگیرن. آره این سن با مامان بابا عمو تو فلان بری یه جایی که اصلا تو اصلا فیلم ایسکا ترسا نمیگیرن. اصلا هستی اصلا صدای من اینجوریه دارم اینجوری حرف میزنم من خودم نمیدونم من یهو مثلا اینجوری حرف خودم میگه این کارو کنیم من دارم حرف میزنم ولی مثلا ولی صدام یکی دیگه است یکی دیگه است. من واقعی نمیفهمم که اینو گفتن که اینو گفتن بعد من یه سوالی فیلم‌ها هم دارم. زیاده یه خارجی. سوالی دارم. بفرمایید. بعضی موقع دیدی یه صدا بفرمایید. میشه انگاری که صدات میکنه اون چیه؟ اون اون نفس تبرمونه. اماره است میخواد بگه که کار بد نکن اون جایی که هی میری یه بارم میگی رفتم ولی زیاد رفتی دور از شهره رودخونه هم داره نفس امارت میگه نرو نفس اماره اون نیست که بده مگه. نمیدونم یه نمی‌دونم. نفسی میگه ولی مثلا در سشوار میکشم یکی میشه میگه خودم. آره. جن سشواری نمیدونم. رفته اتفاق سشواره همیشه هی میفته. تو ترکیه میگن شیلنگ میلنگ استفاده نکنید بیا رفته تو رفت شیلنگ سشوار. یه خودم منو در بیار اینو من یه هلپ. چی به من بگه هلپ. چرا جن آخه میگن اینجا که حتی قدیمیاشو میگن آره. میگن که مثلا تو میگن چرا شیلنگ نداریم تو فرسی دستشویی؟ میگه آخه جن میره تو شیلنگ آره. جن جن بی شیلنگی. فلان چرا باید بره تو شیلنگ دستشویی اینجوری نمیدونم. بگیریم اصلا چرا؟ نگم بریم مهدی بابا. نمیدونم. جنی چسی جن آشغال. چه چیزایی دیدم جنی که تو مامان شیلنگ بوده. جن چیزه جن منحرف آره واقعا. سلام خودم چطوری خوبی؟ سلام. بازم ما چاکری. که ویلای شمال بودیم با این شما خانواده شما بعد
بعدش نفس داشتیم استرا همواره. رو انجام میدادیم روی کوچیکترین استرا فرد رو خانواده کرد. بعد انجام میشد کوچیک- که انجام شد بعد دیدیم که وایسا یه دقیقه میگه که داشتیم احضار روح میکردیم، بعد احضار روح بعد رو کوچکترین فرد خانواده انجام میشد و داشتیم داشتیم این کار حرفه‌ای میکردیم. یا خدا. اتفاق نیفتاد. بعد همون فرد کوچیک خانواده رفت دستشویی، بعد نمیدونم 2 دقیقه 5 دقیقه اینا من دیدم که من دستشویی اومد بیرون رفته سمت چیز لوله گاز و اینا. گفتم نمیدونم چشه، فکر کنم هوا آزاد بخواد بخوره. من سریع رفتم سمت دستشویی، پول گازو با کرد. دیدم که در دستشویی از پشت قفله. زدم در رو دیدم از پشت گفتش که من هنوز کارم تموم نشده، واسه چی داری میای بیرون؟ بعد پرام ریخته بود. کی رفت تو؟ بعد 5 دقیقه اینو که فهمیدیم بهش گفتیم و اینا، بعد 1.5 ساعت دیدیم خونه داره بو گاز میاد و خونه آتیش گرفت. خونه آتیش گرفت. خیلی عجیب بود. خونه آتیش گرفت. این برگام. خوب بود، خیلی خوب. این خیلی خوب بود. آخه ببینید تو فیلم ها هم چه میگم، تو فیلم ها میگم که شما زیاد دیدید مثلا اون فردی که مثلا انگار روح میره توش استرام جنی شده سعی داره بقیه رو بکشه مثلا آره. نه که و چاقو مثلا همینجوری. یارو هم یه ریلکس شیرو گازو باز میکنه میره. اینجوری چرا؟ مثلا مشکلش ترمز چیه؟ ماشین رو کات میکنه اینجوری میمیره یه بابا میگه بعد کوچیکترین فرد، یعنی بچه طور بوده، شاید حالا بچه‌م نبوده، حالا شاید فاز چیز تینیجر بچه ها بوده. گرفتن ها. شما رفتن دیدی مثلا تو فیلم ها بچه رو قربونی میکنن میگن سکر تقدیم به تو ای بابا شیطان من برگام ریخته، میگه رفته بوده شیر گاز باز کرد و خونه آتیش گرفت. برادر اگه این کامنت رو میبینی من میگم الان اون فرد کوچک خانواده حالش خوبه؟ چطوره؟ واقعا حالش مسیج هم چطوره؟ میده حالا نگرانشم آره به من مسیج به من میبینم، من قول آره. میدم من منم ببینم. میبینم به من میگم خدا حالش فقط خوبه بگو یا نه؟ حالش چطوره و حالش فقط اتفاقی حالش کسی نیفتاده. فقط بگو خوب یعنی است من میفهمم داستانش بابا خیلی ترسناک بودی. امیدوارم که حالتون خوب باشه. خاطره من برمیگرده به چند سال پیش. من خونه مامان بزرگم اینا بودم توی روستا. بعد فقط من بودم، مامان بزرگم بود و بابا بزرگم. بعد شب حدود ساعت 2 اینا من بیرون بودم، تو حیاط بودم و یه لحظه فکر کردم این سایه پشت سرمه. بعد خب ترسیدم اومدم تو خونه. بعد دری که توی خونه است نه در بیرون حیاط، یکی زد پشت در. قشنگ نه که خودم احساس کنم و بابا بزرگم هم احساسش کرد. بعد گفت میرم نگاه میکنم. گفتم هرچی گفتم تو رو قرآن نمیخواد بری. گفت نه میرم. با این حال رفت بیرون ولی خب هیچی ندید، ولی خیلی ترسناک بود. با تو میرفتی ببین دنبال تو بوده، آره دنبال تو بوده، اومده بوده دنبال درم زده ببین گفته بیا. اسمتون میگم با بزرگ مام بزرگ یه 100 دقیقه این چیزا دیدن چرا قبلا زیاد بوده؟ من نمیدونم اصلا هر پدر بزرگ مادر بزرگ یه خاطره جنی داره که 100 میگه بشتبی واقعیه برگات میریزه. 100 میگه واقعیه. آره بعد اون مادر بزرگ 100% پدر بزرگ هم دروغ من نمیدونم چیه اصلا چرا؟ خیلی برام عجیبه. خیلی برای منم عجیبه. بعد مثلا همیشه تو خونه مام بزرگ بابا بزرگ، یعنی خونه قدیمی طوری اتفاقای عجیب غریب میفته. مثلا هیچ موقع توی برج این اتفاق نمیفته، توی آپارتمان نوساز. چرا؟ نمیدونم داستانش چیه؟ حکمتش چیه؟ من نمیدونم. این یکی از فن پیجام The Fan of the خوتینا، میس خوتی. فن پیجا جاشون اینجاست. اینجا بقیه اینجا فن پیجا اینجا دو جا، یعنی یه جا نمیتونی پیداش آره. کنی. این مثلا اینجا نیست اینجاست. اینجا نیست اونجا. بعضی جا ممکنه با هم تو تردد باشه. میرم سلام، خودم سینا چطوری؟ تصمیم کنی خاطره من اینه که من یه شب خونه مامان بزرگم مونده بودم. بعد از خونهشون بزرگ بود، یعنی از این خونه بزرگ ترسناکا. بعد دستشویشون بیرون خونه، یعنی بعد از در ورودی میومدی بیرون، بعد میرفت دستشویی. بعد یه شب اصلا ساعتو نگاه نکردم ولی فکر کنم 3-4 صبح بود. اومدم در قفلش باز کردم اومدم اینا. بعد هنوز در دستشویی باز نکرده بودم، به خودم خیلی خواب آلود بودم، قشنگ یادمه. بعد هنوز پریزو داشتم میزدم، دیدم دقتم دیدم که یه صدا داره از زیر زمین میاد. بعد یکم نزدیک شدم ببینم چیه، دیدم صدای تق و توق، کشیده شدن خنجول به دیوار. بعد اصلا صداش اینجوری نبود که بگی آره باد می اومده مثلا داشتن تکون میخوردن، قشنگ یه حس میکردی یکی داره تکون میده. بعد من ریدم تو خودم قشنگ، اصلا دستشویی هم نرفتم، سریع رفتم خونه در قفل کردم خوابیدم. یعنی واقعا حرام ریخته بود. به نظر من یه چیز بگم، تو اینجور شرایط باید محل ترک کنید برید. بابا من با این سن تو خونه 9-0 اینجا 4 صبح نمیرم توالت. شما میرید خونه پدر و مادر تو حیاط
توی حیات میری توالت دستشویی اصلا واقعا جرأت نری واقعا بابا. جرأت من بودم نمیرفتم. فکر کنی خوابای ترسی که میبینی، خوابایی که میبینی تو توالت من مثلا یهو فلان میشه، اون خوابه رو خدا گذاشتهش 4 صبح نری توالت. اینا پسرا بیشتر میدونن، حالا دختران کم میدونن، ولی پسرا یه دوره خواب ترسایی خواب توالت میدیدن، نباید استفاده چه میکردن. خواب ترسایی داشت. پسرا میدونن چرا. آره دیگه نباید ولی و استفاده کنی. آخرین بله خیلی خوتن، امیدوارم سلام، از سلام. خوب باشه. من سلام من نمی‌دونم. حدود چند ماه پیش ساعت 3-4 صبح بود فکر کنم، از شدت بی‌حس بودن بدنم از خواب بیدار شدم. انقدر بدنم بی‌حس بود که نمیتونستم تکون بدم خودمو و فقط تنها حرکتی که میتونستم بزنم پک زدن چشام بود و نفس کشیدن. ای وای و توی یعنی یه جوری فلج خواب شده بودم. بعد توی فلج خواب من دقیقا 1 ربع فلج خواب بودم، دقیقا 1 ربع که وقتی که بیدار شدم فلج خواب بودم. که توی این 1 ربع قشنگ جلوی تخت من قشنگ یک سایه وایساده بود، خیلی گنده و واقعا ترسناک بود و اصلا هیچ وقت نمیتونم اون شب رو فراموش کنم، هیچ وقت. من الان واقعا اون شب تو رو نمیتونم فراموش بکنم. یکی سایه شب ما یه شب مشترک شده. ببین 1 ربع خیلی زیاده. من تا حالا اینجوری نشدم حقیقتا. مثلا من فکر کنم یعنی اینجوری خوابشو دیدم، یعنی بیدار نبودم. من مثلا خواب دیدم که مثلا نمیتونم بودم، نمیتونم تکون بخورم، نمیتونم داد بزنم و اینا، بعد یکی هم دنبالم، ولی تو واقعیت نشد این اتفاق. ولی براتون تعریف کنم آخر ویدیو. یه دوست داشتم، یه واقعا خودم دیدم دیگه، دروغ نمیگم بهتون واقعا. و این دوستم یه رو اسمش هم عرفان بود، پاش یه جور کبودی عجیبی شده بود، انگار مثلا نمیدونم خیلی عجیب بود، جای چنگول نبود و یکی اینجوری محکم انگار مثلا محکم اینجوری یکی بگیره ولی کبود بشه جاش بمونه. حالا نمیدونم ایسکوی ما رو گرفته بود فعلا، ولی اینجوری تعریف کرد ایسکوی نمیگرفت. چی بود داستان؟ میگه خواب دیدم یادم نمیاد چی بود، ولی مثلا از چنگال یه نیرویی داشتم فرار میکردم، یه پامو مثلا گرفته بود، من هم موقع مثلا پامم خیلی درد گرفت. خواب نبود. بعد فردا صبحش اومدم مدرسه‌مون تعریف که پاش اینجوری شده بود، یعنی واقعا فکر می‌کنم 8 صبح بخواد دروغ بگه. بعد یادمه هی مثلا پاش این چیزی می‌کرد، مثلا چی شده اینا نمیدونم، بعد داد بالا خودش بشپش خودش نفهمیده بود دیگه، فکر خواب دیده. من راست میگه، من دیدم قشنگ تو چهرهش دیدم پراش روی. خیلی جالب بود. چقدر ترسناک، چقدر بد. جالب بود. ولی بچه‌ها یه توصیه بهتون میکنم آخر ویدیو، نرید دنبال احضار روح، فال، اصلا نمیدونم دعا نویس که اصلا این داستاناست حتی برای فان، برای شما فانه ولی برای اونا ببین ممکنه شما یه دری رو باز بکنید و بتونن بیان و اذیتتون بکنن. به هر حال یه سری شما تفریحی در باز دیمن و اینجور داستانا هستن و اصلا نباید بری سراغش دیگه. نظر من بهترین کار اینه که اصلا نرید سراغش. آره ویدیو ما رو بهش ببین. خلاص